آب پاش هم حتی گذاشتن با آب شیر، اینا همه چی آماده ردیف که هر چی دلش خواست برمی‌داره سر قبرهاشون هم میشوره، به درختاشون گلاشون آب میده. ولی خب حقیقت بارون میزنه که نیازی به این سیام نباشه. با همه این خیلی دارن چی میکنن، قبرشون قشنگ درست شدن. والا زندگی میکنن، مردهشون هم بهترین جا میخوابن. به نظر من ما بهشتمون هم اینجور در نمیاد، چه برسه چلا زندگیمون و جهنممون. نگاه عجیبه قبرستونای اینا، حالت یه باغ و پارک عظیم بزرگ. تعجبمه. قسمت شد ما اومدیم اینا رو ببینیم. قاره سبز سوئیس چیه میگن همینه. همه جاش آب گذاشتن، همه جاش برای ظرف و ظروف برای آبیاری گذاشتن. صفا و صمیمیت ایجاد کردن که اینجا آدم دلش میخواد اینجا زندگی کنه، نه که بمیره. عجب. اینا فکر کنم مسیحی ان اکثرا، چون چی کردن اومدن صلیب گذاشتن اکثرا. این قسمت مال مسیحی هم حتما دیگه. سه ماشینای ریز حتما ماشین سواری دوست داشته، براش ماشین ریز گذاشتن. و یکی حتما بچه بوده از این فرفره ها گذاشتن. خیلی خوشگل هستن چیاشون.